سرخط خبرها: جبهه آزادی افغانستان: 3 تن از افراد طالبان در مقابل ساختمان ولایت قندهار کشته شدند. رویداد ترافیکی در بلخ: 4 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. سنگاپور امن‌ترین و افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد. مشروع خبرها: جبهه آزادی افغانستان با نشر ویدیویی میگوید روز سه‌شنبه 3 اقرب یک رنجر طالبان را طی عملیات در شهر قندهار هدف قرار داده که در اثر آن 3 عضو طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شده اند. به گفته این جبهه، این عملیات ساعت 7 شام دیروز در مقابل ساختمان ولایت قندهار صورت گرفته است. در ویدیویی که جبهه آزادی منتشر کرده، صدای تیراندازی شنیده می شود. با این حال، مقامات طالبان در این مورد اظهار نظر نکردند. جبهه آزادی از طالبان خواسته است که بازداشت، شکنجه و زندانی کردن نیروهای سابق امنیتی افغانستان پایان دهد. این جبهه هشدار داده است در صورت عدم توقف این روند، افراد طالبان شناسایی و از بین خواهد رفت. طبق گزارش نهادهای حقوق بشری، طالبان علیرغم اعلام عفو عمومی نیروهای پیشین امنیتی افغانستان را بازداشت و به قتل رساندند. رویداد ترافیکی در بلخ: 4 تن کشته و 3 تن زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان در بلخ از وقوع رویداد ترافیکی در این ولایت خبر می‌دهند. دفتر رسانه‌های قماندانی امنیت طالبان در بلخ با نشر خبرنامه گفته که این رویداد بامداد روز چهارشنبه 4 اقرب در ساحه باغ اوراق شاهراه بلخ شبرغان رخ داده است. این رویداد در پی برخورد 2 اراده موتر نوع هایلکس و سراچه به وقوع پیوسته است که در نتیجه آن 4 تن به شمول 1 زن و 1 کودک کشته و 3 تن دیگر زخمی شده اند. وضعیت صحی زخمیان این رویداد قناعت بخش خوانده شده است. در این اواخر وقوع رویدادهای ترافیکی در افغانستان افزایش یافته است. سنگاپور امن‌ترین و افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان شناخته شد. شفقنا افغانستان نتایج یک سروی تازه که صبح وقت چهارشنبه 26 اکتبر 4 اقرب نشر شده نشان می‌دهد که افغانستان در میان 120 کشور و قلمرو جهان ناامن‌ترین و سنگاپور امن‌ترین کشور جهان می‌باشند. با گزارش خبرگزاری شفقنا افغانستان، نهاد پژوهشی گلوب در گزارش تازه نشر شده تحت عنوان قانون و نظم جهانی دید و برداشت مردم کشورهای مختلف جهان را در این سروی از مردم پرسیده شده است که آیا با پلیس محلی خود اعتماد دارند یا خیر و آیا زمانی که شب هنگام به تنهایی قدم میزنند احساس امنیت و مسئولیت میکنند یا نه. بر اساس این سروی، سنگاپور با کسب 96 امتیاز امن‌ترین کشور جهان می باشد، اما افغانستان با کسب 51 امتیاز ناامن‌ترین کشور جهان قلمداد شده است. با آن هم حس مسئولیت افغان‌ها در مقایسه با سروی که در سال 2019 انجام شده بود اندک بهبود را نشان می‌دهد، زیرا این کشور در آن سال از رهگذار حس مسئولیت نسبت به امنیت و حاکمیت قانون 43 امتیاز داشت و مردم حتی نسبت به 2021 حس مسئولیت کمتر داشتند. بر اساس یافته‌های این سروی، اکثر افرادی که در افغانستان احساس مسئولیت می‌کنند مردان می‌باشند. از میان افرادی که در این سروی سهم گرفتند، 32% مردان افغان در سال 2021 گفتند زمانی که آنان شب هنگام به هر جایی که به تنهایی قدم می‌زدند احساس مسئولیت داشتند. این رقم حس مسئولیت 2 برابر افزایش را در مقایسه با سروی سال 2019 نشان می‌دهد. 12% زنان افغان نیز در این سروی گفتند که احساس مسئولیت می‌کنند، در حالی که در سال 2019 میلادی 8% زنان افغان چنین حس مسئولیت داشتند. با وجود بهبود حس مسئولیت، افغان‌ها در مقایسه با سایر کشورهای جهانی کمترین حس مسئولیت را داشتند. سروی قانون و نظم جهانی در سال 2020 میلادی در سال 2020 میلادی به دلیل همه‌گیری بیماری کووید 19 در افغانستان و سنگاپور انجام نشده بود. این سروی زمانی انجام شد که طالبان در آگوست 2021 بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند و روند خروج نیروهای بین المللی به رهبری ایالات متحده از آن کشور تکمیل شد.
بر اساس این گزارش، با وجودی که افغانستان در سال 2021 در آشفتگی به سر می‌برد، پایان شورش طالبان موجب کاهش خشونت‌ها در آن کشور شد. تشکر از اینکه تا این دم با ما بودید. بقیه وقتتان خوش و خداوند یار و یاورتان.